دوستان به این ویدیو خوش اومدین. امروز اومدیم راجع به پست مهم کانال پاس که دیشب ساعت 12:23 گذاشت صحبت کنیم و این که بگیم چه چیزهایی برای ما معین کرده و مشخص. همینطوری که اینو میدونید پاس اسنپشاتش رو گرفت و طبق متنی که خودش گذاشته بود از 72 میلیون کاربر 20 میلیون کاربر فعال کلا پیدا کرده بود. یعنی 20 میلیون کاربر از اون هیولا سبزه که اومده بود هرچی داشتیم و برده بود، بعد چند تا مراحل رو طی می‌کردیم تو پازمس که اونا رو برمیگردوندیم. 20 میلیون کاربر تونسته بودن همچی کاری انجام بدن. یعنی 52 میلیون عملا فیک بوده و کلا همه چیشون رفت. این از این. بعد اکانت توییترشون خب بند شد. هیچی اومده گفته کی تیک، یعنی کی توزیع ایردراپش و ایناست. بعد اومده گفته این مورد کمی زمان مره و ما میخوایم به بهترین شکل اینو انجام بدیم، به خاطر همین کمی زمان میبره. ولی تو پرانتز هم گفته که ما اینو قبلا تو یه دونه پست توی عکس توضیح دادیم. حالا اینی که گفته برمیگرده به این پستش. باز بشه که برامون یه سری چیزها رو معین کرده بود. اینکه سمت راست مثلا 30 دسامبر تاریخ اسنپشاتش بود که گرفت تموم شد رفت و اینجا هم زده ژانویه 2025، یعنی تاریخ لیستش تو همین ماه میلادیه. حالا چه روزی و معلوم نیست، بلن که تسک داده. هر روز صفحش هم میتونستیم بفهمیم که رای گیری و مهم بودن، کیف پول و فانتوم و اینا و غیره، و صرافی هایی که قرار لیست بشه، مثلا مثال زده بود بای بیت، بایننس و اوکی ایکس. یعنی این مدالای رای گیری که توی رای گیری شرکت میکردی بهت میداد. خب این از اولین رفع ابهامی که گذاشته بود. دو گفته بود معیارای برای دریافت ایردراپ چیه. گفته به زودی به روزرسانی رو سایتش انجام میده که معیارای برای دریافت ایردراپ رو برامون مشخص میکنه. برای مثال نوشته اگه بخوام یه مورد رو مثال بزنیم تعداد تسکاست. به خاطر همین زغال سنگ همون به خاطر هیولا سبزه بود که بعد تو پازمس برمیگردن، اونایی که برنگردوندن رفتن. خب اینجا اینا خیلی مهمه. اینجا این پیامش نشون میده که توزیع توکن پاز یک به یک نیست. یعنی مثال دارم میگم اگه تو 100,000 تا توکن پاز داری، اون 100,000 تا نمیاد مثلا ولتت، یا اون 100,000 تا نمیشه توکن تو. اینجا گفته تبدیل میشه به یک سری فاکتور هم بستگی داره، مثل تعداد کوئسایی که انجام دادی، همون تعداد تسکایی که انجام دادی، تعداد مواردی که توی رودمپ یا همون نقشه راه پاز اومده، تعداد زیر مجموعه فعال ووتینگ مدالز، مدال رأیگیری بودن که حتی 2 بار بهش اشاره شده. تو اون تصویرم دیدیم که قبلا گذاشته بود، اینجا هم بهش اشاره شده. پس این مدالای رأیگیری خیلی فکر کنم 100% حسابم، چندین حسابم که 207,000 تا داره. تسک زو کمتر از 24 ساعت ازش مونده و یه تسک دو لیمیتد که باید مربوط میشد به سایت پاز. زوه که راحت بود. اولیش اینه که باید ما عضو چنلش بشیم که با اینکه حساب من مجازیه ولی بازم ترافیک داره. از ادلیست هم حتی بخوای استفاده کنی بعضی وقتا نمیره، کلا کمی طول میکشه تا عضو چنلش بشه. حالا با این مورد کار نداریم. دومی فقط بعد ربات زو رو ما همین استارت میزدیم. سومی هم اینه که تو ربات زو 8 تا حیوان باید بخریم
که این تسک هم برامون فعال بشه. این کار سختی نداره، اما اول تو اینقدر داری میتونی بیای سریع اینجا یک کلیم انجام بدی و مثلا این مورد رو اصلا رو گزینه بوست بزنی، برگردی چکو بزنی بگیری. یعنی تو با همین مقدار هم میتونی 8 تا حیوان رو بخری. البته این حیوان ها رو گذاشته اگر 75,000 تا داری حتما بخری، چون 30,000 تا بر ساعت بهتون پروفیت میده تو زو. راجع به زو هم اگه شد یه ویدیو میسازم، حالا این حساب اصلیم نیست، تازه اینو ران کردم. ببین همین جوری شما میتونی 8 تا حیوان رو بخرید کلا، خیلی سریع و راحت، چون مقدارتون میرسه. با یه دونه تسک هم تونستیم کلا بخریم. خب اینم از 8میش. اینو که انجام دادیم برمیگردیم. خب هیچی، کلوز کنیم، دوتا رو چک بزنیم. خب این دوتا رو ما کلیمش کنیم. خب این دوتا برامون کلیم شد. دوستان حتما هم یادتون نره ها، این وریفای یا پاز وبو که مجبوری هست و اجباری هست رو باید انجام بدید که حسابتون تایید بشه. باید اینو انجام میدید که حسابتون تایید بشه. فکر کنم خیلی دیگه دیدین تو سطح چنل‌ها و یوتیوب و اینا دیگه، من اینو بخوام توضیح بدم اضافیه. بازم یه توضیح راجبش میگم. اینم تسکم داد که 2 روز و 5 ساعت ازش مونده. این دومی آنبن پاز تو ایکس همون میگم یوتیوب توییتر که این اصلا بهتون نمیده. یعنی چند وقت پیش هم همینو گذاشته بود 1 میلیون که فقط اومده گفت شوخی و برای انگیزه و فلان حرفا. پس کاری به دومی نداشته باشین. نمیدونم چرا بعضی تایتل میزنن 1 میلیون پازو بگیر فلان. نه همچین خبرایی نیست. موزی هم گذاشته بغلش برات کنار که مطمئن شی کلش خبری نیست. یه تکس اولیه رو بخوایم بگیریم تو مرورگر باز میکنیم، منتظر بشید کامل براتون بیاد بالا. خب وقتی اومد براتون بالا همینجا بود دیگه. باید این ولت ها رو وصل کرده باشی برای وریفای. 1 ولت تون کیپر و 2 ولت سولاناتون. اینجا می چیکار میکنید؟ حالا من اینو ببرم اینورتر. رو این 3 نقطه میزنی اینجا اد تو هوم اسکرین. حالا اگه زبونتون گوشیتون فارسی بود نوشته به صفحه برنامه یا صفحه گوشیتون اینو مثلا اضافه کنید. اینو که زدی رو گزینه اد میزنی. گزینه اد میزنی، بک رو پاز میزنی دوباره. یه بار که بازش کنی کافیه کلا. خب اینو که انجام دادی میبندیش، میای اینجا بعد صفحه ربات رو یه رفرش انجام بده. میایم تو بخش ارن. خب گزینه کلیم برامون فعال شد. خب اینم از 2 دونه تسکش که واقعا هم کار خاصی نداشت. دوستان حتما اینو انجام بدید. الکی نپره اگه واجدون 20 میلیون شدی و توکناتون رو برگردوندید. هرچی تسکم بیشترم انجام بدید، خودش هم نوشته بود توی توزیع توکن خیلی به دردتون میخوره، چون توزیع توکنش 1 به 1 نیست. ما هرچی قیمت هم بررسی میکنیم کل عجیب غریب بوده تو سطح یوتیوب و چنل ها. و حتی اگه نگاه کنید تو لیدربورد مثلا چند تا کاربر اومد دیدم 2 دونه بود که اصلا پازاشون رفته. نکن کدوم بود؟ آره شماره 74 یه حداقل این 22 میلیون پاز داشته رفته. نفر رنک 74 پاز با رنک 81 این هم حداقل 21 میلیون داشته. ببین خیلی پازشون رفته و کلا دیگه شاملش نمیشه. خود پازم اینو گفته بود این کار انجام دادید تا کاربرای فعال و غیر فعال رو از هم دیگه جدا کنیم و پاداش بیشتری باشه برای کاربرای فعال. اینجوری هم به نظرم خیلی بهتر شد. خب دیگه توضیح خاصی نمیمونه، همه چو با هم دیگه بررسی کردیم. لیستینگش هم همین ماه ژانویه است. حالا امروز 5 ژانویه است. نهایت دیگه تا
پایان ماه ژانویه فرصت داره، ولی فکر کنم زودتر هم اتفاق بیاد. حالا اول بعد این تسکا تموم بشه، امیدوارم دیگه تسک دیگه ای نده، چون 2 روز و 5 ساعت دیگه حداقل پاس فعلا حرکتی نمیزنه تا این تسک تموم بشه. خیلی ممنون که همراه ما بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد و دوست داشتین بازم از این ویدیو براتون بذارم و ایردراپ‌ها رو براتون دنبال کنم و توضیح بدم، حتما ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. خیلی ممنون. چاکس.